رفقا با ما همراه باشید. میخوایم بریم نوخاله در استان گیلان برای ماهیگیری. بریم ببینیم چه جای خوبی گیر میاریم. باید بدونین که این رودخونه انتهاش به مرداب متصله، به یه شاخه از سفیدروده و ماهی مهاجم زیاد داره. کولی، سیاکولی، کاسه کاسه مردابی، کپور محلی، اینجا کپور دریایی بهش میگن، و اوشین یا کاراس هم داره، زردپر هم داره و آمور هم داره، آمورهای بزرگی هم داره. و اگر هم این سوال دارید که آیا اینجا ماهیگیری مجازه، بله رودخونه‌اش ماهیگیری مجازه. کولی و سیاکولی که اصلا کاری ندارن. در کل ماهی‌های در حال انقراض و اگر کسی بخواد گیر بده صید اون ماهی‌ها رو بهتون گیر میده، مثل اردک ماهی، زردپر، کپور رو که همه جا میتونید صید کنید. به نظر آب خوبه، ولی احتمال دیدم اینجا یه دامی هم بسته باشن و مسیر رو سد کرده باشن. خب در صورت ما کارمون انجام میدیم، امیدواریم بتونیم نتیجه بگیریم. این هم یه مسیری هست که تمیز شده. چند وقت پیش اومده بودم اینجا، اصلا مناسب نبود، ولی از اون بالا به پایین اومدنش مقدار دشوار بود. از اون رو اومدم اینجا یه فضای مناسب پیدا کردم که اونایی که قایق دارن حتما قایقاشون اینجا میذارن و اونایی هم که خونه‌شون اون سماره مشخصه پره میبردن، ولی خب ما کارمون رو انجام میدیم. بریم یه استارت بزنیم. اینم کاسی های روآبی، این نخبیچیش رو انجام دادم. یه دونه فایلانس، نمیدید فکر نکنین که زباله عادیه، ماهیگیرا زباله میندازن. ما سعی میکنم آخر سر جمع کنیم. این همه ماهیگیر مدعی، ولی که رعایت کنه. هستن افرادی که رعایت میکنن، کمک میکنن، حتی میان تمیز میکنن، گروه تشکیل میدن، ولی در کل اکثریت جامعه دنبال راحتی هن. کاری از ما بر نمیاد. خب این هم یه چرخ 4000، یه چوب 360، یه ریسه بستم با سرب زیتونی که بهش میگن سرب بروبیا. مقدار بازی میکنه و یه زردپر مناسبه. یعنی فاصله من زیاده، الان فاصله‌شو تنظیم میکنم. قلاب اینجا قرار میدم، 20-25 سانت بالاترش سرب، 20-25 سانت توش بازی میکنه و 20-25 سانت هم بالاترش هرزگرد قرار میدم. خب این میگو ماه، اینم قلاب سایز 6ه. بعضی از این سم میزنن، بعضی از این سم میزنن، ولی من از ته میزنم. برای ماهی زردپر بهترین توم است. یه جوری میزنم کل بدنشو بگیره، قلاب منو بپوشونه. به این حالت میتونه قلاب منو بپوشونه و بریم بنازیم چه خبره. شروع کنیم. سعی کنید حلقه های چوب ماهیگیریتون رو حتما روی خط باز کنید، خیلی هم فاصله نداشته باشن. موقع نخ جمع کردن اگر ماهی به شما زد بتونید جمعش کنید. نکته دوم که بهتون میگم، چوبای ماهیگیری مخصوصا کربن رو پارافین بزنید. از داروخونه هم بهتون میدم، خیلی جا بهتون میدم، ابزارگرا هم بهتون میدم. پارافین بزنید
همیشه پرتاب نسبتا بد نبود. یه جوری لانس رو میذارم، نگاه کنین پایش که اینجا دسته فلزیه، بهتره یه چیزی بذارین، من نذاشتم. چرختون یه جوری باشه که قابل تنظیم باشه، به زمین نخوره، الکی کثیف باشه. یک زاویه نسبتا 45 درجه هم داشته باشه بد نیست. ما لانسمون رو به امید صید ماهی زهره‌پر خوابوندیم، امیدواریم که جواب بده. این نخاله تومه رشد جواب میده، ولی من رشد ندارم. گرم خاکی رو بردم. اون گاب اونجا امیدوارم 4 میتونه. از چوب ماهیگیری کاسی استفاده میکنیم برای صید ماهی کولی. این شد قلاب ما 20 سانت بالاتر سرب. بچه ها یه بارونی هم به من گرفته. بارندگی یک مقدار شرایط رو برای ما سخت کرد. شرایط آب و هوایی رشت بدون بارون بود، اما نخاله بارندگی پراکنده ای داشت. تومه جگر رو زدم و یه بارون هم کمتر شده. با توجه به شل بودن تومه جگر، لحظه‌ای که شناور به پایین کشیده میشه، همون موقع باید ضربه رو به چوب بزنیم. خب بعد این بارندگی مجبور شدیم از تومه جگر استفاده کنیم، عمق رو ببریم پایین تر. تا 2 متر عمق رو بردم پایین و موفق شدم این زیبارو رو صید کنم. ببینیم با هم همراه باشیم. بارندگی شدید شد و دوربین ما رو هم خیس کرد. یه مقدار شرایط فیلم برداری هم برای من سخت شد. خب اینم یه کاسه خوشگله دیگه. ببخشید دستام کثیف شده، اینجا گله. خب بارندگی شدید شد و من مجبور شدم کاسی رو جمع کنم. دید مناسبی نسبت به شناور نداشتم و منتظر موندم ببینم آیا برای لانسم عکس‌العملی داره یا نه، که اینجا میتونید این عکس‌العمل رو ببینید. یه مقدار دیر ضربه رو زدم، ولی در هر صورت موفق نشدم ماهی درشت صید کنم. فقط تونستم تعدادی ماهی کولی صید کنم با کاسی. من مهران هستم از گروه مهفیشر. با من همراه باشید. توی ویدیوهای بعدی حتما جاهای مختلف برای ماهیگیری شما رو با خودم میبرم و با اون منطقه ماهی‌هایی که وجود داره و تومه‌های مورد نیاز آشنا میکنم.